اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درس دوم، حرف های استعلا و استفهام. این 28 حرف به چند گروه تقسیم می شوند؟ به دو گروه. اول استعلا، دوم استفهام. حرف های استعلا چقدر خوانده می شود؟ دهان را پر کرده زبان را به بالا برداشته خوانده می شود. حرف های استعلا چند تا و کدام هایند؟ حرف های استعلا 7 تا و چنین نوشته می شوند. یعنی حرف های استعلا همین 7 حرف هستند. حرف های خا، صاد، ضاد، غین، ضا، قاف، طا. در اینجا کم اشتباه کردن که حرف ضا را دو بار نوشتن، اما شما میره بدونین که اولی این حرف ضا است و دومش حرف طا. پس در کدام حالت اینها حرف استعلا میشن و در کدام حالت، یعنی ما اینها را دهان را پر کرده زبان را به بالا برداشته میخونیم. خب این فقط در یک حالت است که این حرف استعلا میشن، یعنی وقتی که همین 7 حرف با الف یک جا بیان و حرکت زبر داشته باشن. همین 7 حرف با الف یک جا بیان و حرکت زبر داشته باشن، پس ما دهان رو پر میکنیم و زبان رو به بالا میبرداریم، بعد اینها را میخونیم. مثال ضالین، ضالین. مثال دیگرش قاف با الف یک جا و حرکت زبر دارد قاف، پس چی میشود؟ استعلا، یعنی پر میخونیم. الفرقان، الفرقان، الفرقان. یکنین فرقان، فرقان. یعنی در کدام حالت اینها حرفای استعلا میشن؟ در حالتی که با الف یک جا بیاین یکنین و حرکت زبر داشته باشد، پس چی میشود؟ اینها حرفای استعلا میشوند. انشاءالله امیدوارم که درس را فهمیده باشید. جزاک الله خیرا و بارک الله فیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.